روزهای آخر از طرف بعضی شهروندان ساکنان محله‌ها و بناهای بلندآشانه شهر پنجکین درباره تنقیصی و یا قطع شدن آب نوشابه شکایت و مراجعت‌ها به تلویزیون سیما وارد کردند. ماموریت تلویزیون صدا و سیما در همکاری با رهبریت و متخصصان کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین تصمیم گرفتند که این مسئله را پیگیری نمایند. با این مقصد تحت رهبری حقوقشناس کارخانه رستم عظیموف، متخصص شعبه مشتریان کارخانه شاعره سلطان مرادووا و چند نفر ناظران آب ما از محل و کوچه های شهر دیدن نمودیم. در محله عزیزآباد با ما اطلاع دادند که واقعا در اینجا آب می رسد، ولی با سبب نبستن آب و نداشتن مروت‌های ضروری از طرف بعضی شهروندان و همزمان آبیاری زمین‌ها یک نوع تنقیصی آب نوشابه به مشاهده می رسد. در این زمینه ما با یک نفر سابق رئیس محله این زمان معاون رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکین اکمل خوجاموف مراجعت کردیم. او اظهار داشت که اگر ما با مردم کارهای فهماندهی را بیشتر نماییم شاید پیش راهی اسراف آب گرفته شود. برای آنکه آنها آب را درست استفاده نمیبرند. آب هم وقت جمعک‌های ودپرات کشادگی جمعک‌های کشادگی من همین ببینید آب غلطر از مانده رفت. وقتی که ما همین رئیس محله هم بودم همین در به در ما دور میزدیم وقتی نماینده و کانالکتی اداره آبکتی که همین جمعک‌های آب هم وقت استفاده بردن کشته مانه خوب میگن نه نمیگن یا شاید استر میبینید که خوب میبینید که کشاده ماندگی اینجا عین خودی مانم هست برای اینکه ما آب را درست استفاده نمیبریم سرفکنان استفاده نمیبریم. من همین کوچه من همین باید بینیدگر من خود رئیس محله هم که من هر نماینده اداره آب کردی هر یک خانه دور زنم همین کدام داخل جمعکاش وایران بیتلاش وایران همونا درست نمیکنه دیگه آب رفته میشه. همزمان از روی اطلاع رئیس کمیته محله عزیزآباد در برابر نبودن مروت‌ها و استفاده غیر مقصدناک آب نوشابه در بعضی محل و کوچه ها کفیدن قبورها به مشاهده می رسد که این هم با تامین آب یک نوع تأثیری منفی می رساند. آب نارسیدنش همین که بسیار آب من اینجا توربو کشیدگی سالهای سال آب رفته جوانشون اهمیت نمی‌دهند. از روی شرح نمایندگان کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین واقعاً اکثر قبورهای آبرسانی شهر پنجکین بیشتر از 60 سال به این جانب خدمت می‌رسانند و کای‌ها فرسوده و کارناشایان شدند. سیستم آب کونی همیشه دوره ساختن زواب شیربراری و اینکوباتور یا 50 سال شده 80 سال جون بیشتر زیاد شدگی اما میدونستگیم یکی این گذربه از من بسیار میدونستگی اونم نیست. در این زمینه نمایندگان کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین تاکید نمودند که در اساس همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین لایحه تجدید و از نوسازی خط‌های آب و تشناب ادامه دارد و این امکان می‌دهد که مسئله تامین آب به مراتب بهتر گردد. همزمان مورد ذکر است که چند نفر ساکنان محله‌ها با کارمندان کارخانه آبرسانی و کانالیزاسیون جهت استفاده غیر مقصدناک آب نیز بحث و مناظره کردند و به آنها فهمانیده شد که در این فصل گرمای مقصد اساسی صرفه آب است. در کوچه به نام عبید زاکانی نیز ما شاهد آن گردیدیم که در بعضی حولی‌ها آب‌های نوشابه جاری بوده همزمان از آب نوشابه برای آبیاری زمین‌ها استفاده می نمودند. بعضی شهروندان اصرار داشتند که در حولی‌هایی که صاحبانشان نیست آنها نمی توانند مبلغ آب را پرداخت نمایند و باید اجاره نشین‌ها در این باره مسئول باشند.
дар ҳамин кӯча мо шоҳиди боз як навгонӣ шудем. дар назди ҳавлии рақами 44 мо бо чашмони худ дидем ки соҳиб ҳавлӣ назди дарвозаашро хеле ободу зебо ва мураттаб намудааст ки чунин манзара дар назди дигар ҳавлиҳо дида нашуд. борҳо роҳбарияти шаҳри Панҷакен аз сокинони шаҳри бостониямон даъват ба амал оварданд ки онҳо бояд барои тозаву зебо сохтани ҳавлию манзилҳои хиш, маҳалла, кӯчаҳо истифодаи сарфакоронаи об ҳаматарафа таваҷҷӯҳ намоянд. мақсади асосии ин барнома ин пеш аз ҳама сарфакорӣ дар истифодаи об дар мавсими тобистон буд. гузоришҳо ва санҷишҳои назоратии муштараки телевизиони симо бо кормандону масъулони корхонаи фаръии давлатии обрасонӣ ва канализасияи шаҳри Панҷакен идома меёбад. мо изҳор медорем ки бояд мо шиори сарфаи об кори савобро ҳамарӯза риоя созем.